درود عزیزای گلم، امیدوارم هر جای دنیا هستید حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام چند نوع نوشیدنی مخصوص تابستون تگری و خوشمزه به روش کافی شاپ ها رو بهتون آموزش بدم. پس قبل از هر چیزی اون دکمه زنگوله رو فشار بدید و لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. با من همراه باشید. واسه درست کردن اولین نوشیدنیمون ابتدا داخل لیوان یه مقدار یخ خرد شده میریزیم. مقدار شربت تمش بهش اضافه میکنیم. البته شما از شربت توت فرنگی یا آلبالو یا هر چیزی که دم دست تو خونه دارید استفاده کنید. دوباره روی شربت مقدار یخ میریزید. بعد مقدار نوشیدنی گازدار به سلیقه خودتون به آرومی روی یخ بریزید که البته میتونید از نوشیدنی گازدار سپرایت یا هر مارک و طعمی که خودتون دوست دارید استفاده کنید به اندازه‌ای که تقریباً 2/3 لیوان رو پر کنه. حالا یک کم دیگه بهش یخ اضافه میکنیم. البته از یخ خرد شده استفاده میکنیم، نه یخ قالبی که به راحتی کنار هم دیگه قرار بگیرن. در آخر آب پرتقالمون رو به آرومی بهش اضافه میکنیم و روی لیوان رو با یه برش لیمو تزیین میکنیم. واسه نوشیدنی دوم از میوه دراگون فروت یا میوه اژدهایی استفاده میکنیم. این میوه سرشار از فیبر، ویتامین C، آهن و مقدار کمی کالریه. واسه همین منبع کاملی از مواد مغذی به شما میاد. وقتی برشش میدیم داخلش سفید با دونه های سیاهه. حالا یه برش از این میوه رو میبریم و کنار میذاریم. بعد الباقی میوه رو 4 قاچ میکنیم و پوست قرمزش رو که به سادگی هم جدا میشه ازش جدا میکنیم، چون پوستش قابل خوردن نیست. عزیزای دلم، فشار دادن دکمه زنگوله و لایک واسه شما زحمت زیادی نداره، ولی واسه من حمایت بزرگی به حساب میاد تا بتونم ویدیوهای بهتر و بیشتری واسه شما عزیزان درست کنم. پس همین الان زنگوله رو فشار بدید و روی آل بذارید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای من با خبر میشید. ممنون از حمایت تک تک شما. این شکل کامل میوه دراگون هست که شکل عجیب و غریب و خیلی بامزه‌ای هم داره. این میوه متعلق به خانواده کاکتوس‌ها. 2 عدد توت فرنگی رو به قطعات کوچیک خرد میکنیم. البته اگه دوست داشته باشید میتونید توت فرنگی ها رو کاملا له کنید. دراگون خرد شده رو داخل لیوان میریزیم و به کمک یک گوشتکوب توی لیوان کاملا له میکنیم. بعد یخ خرد شده بهش اضافه میکنیم تا جایی که تقریبا 2/3 لیوان رو پر کنه. حالا نوشیدنی بلوبری یا نوشیدنی های آبی رنگ ورزشی میریزیم تا اندازه‌ای که تقریبا یه مقدار از روی لیوان خالی بمونه. بعد یک برش لیمو روی یخ میذاریم و با توت فرنگی های خرد شده روی لیوان رو پر میکنیم. بعد مقدار نوشیدنی گازدار به آرومی میریزیم روی لیوان تا پر بشه و آخرش هم با یک برش میوه دراگون اونو تزیین میکنیم. واسه نوشیدنی سوم تقریباً 10-15 تا حبه انگور داخل لیوان میریزیم و با گوشتکوب کاملا له میکنیم.
در ضمن سعی کنید از انگور بدون هسته استفاده کنید. حالا مقدار یخ خرد شده بهش اضافه میکنیم تا تقریبا نصف لیوان رو پر کنه. آب پرتقالمون رو روی یخامون میریزیم. اگه احساس کردید یخ کم هست دوباره کمی بهش اضافه کنید. سرآخر مقدار نوشیدنی آبی رنگ بلوبری یا ورزشی به آرومی روی یخها بریزید. و اما نوشیدنی آخر تقریبا حدود 7 یا 8 عدد تمشک توی لیوانمون میریزیم و با گوشتکوب کاملا له میکنیم. بعد یخ خرد شده بهش اضافه میکنیم به اندازه‌ای که نصف لیوان رو پر کنه. حالا نوشیدنی بلوبری آبی رنگ یا نوشیدنی ورزشی آبی رنگ بهش اضافه میکنیم و سرآخر کمی نوشیدنی آلبالویی بهش اضافه میکنیم و با یک توت فرنگی تزیینش میکنیم. خب عزیزای من، اینم از 4 نوع نوشیدنی تگری خوشمزه مخصوص تابستون. اگه غذا، شیرینی یا نوشیدنی خاصی مد نظرتون هست حتما توی کامنت ها نظر بدید تا طرز تهیه‌شو واسهتون به اشتراک بذارم. واسه همتون دلی شاد و لبی خندون آرزو میکنم. تا درود دیگر، بدرود.